که حیات در او چیزی است که آب است. چیزی که آب نداشته باشه حیات نداره. افلا یؤمنون، چرا از این طور استدلال و دلایل کار نمیگیره که بدانن که معبودی بر حق است؟ افلا یؤمنون، آیا بازم این مردم ایمان نمیاره؟ تمام معجزات علمی برشان ثابت میشه، حقایق برشان برملا میشه، بازم یا ایمان نمیاره؟ و جعلنا فی الارض رواسیا، گردانیدم در زمین رواسیا کوهارا تمیده بهم، بخاطر که الله تمیده که حرکت نکنه زمین، نجنبه زمین بهم به این مردم ها. اگر الله این کوه را میخ نمیکد، زمین نمی قسم مثل کاسه را در آب پرتی نمیتور حرکت میکنه، یا دوره میخورد مردم دیگه یک دفعه دو طرف، مردم ها که یک چرخانک میخوره گویی دو سر میخوره گوی دی سر. باز کسی اینجا زندگی کرده نمیتونست. الله کوه را میخ پیدا کرد، زمین در حال خود قرار گرفت، اما این منافات به او دوره و چرخ زدن نداره. کدام دوره که برای زمین چیسته؟ ساینسدانا ثابت میکنه. چرا در این مورد؟ بلکه قرآن کریم تایید میکنه و کل فی فلکی، تمامش در مدار خود در حالتی چی است؟ چکر است، چکر. و جعلنا فیها فجاجا، گردانیدیم در این زمین فجاجا سبلا، گشاده راه، یعنی راه های گشاده، هر طرف مردم سیر و سفر میکنن. چرا؟ لعلهم یهتدون، بخاطری که مردم راه یاب شوه، هدفهای خود دنبال کنه. طرف مشرقی راست، طرف شمالم، هر طرف راه را الله گردانیده. و جعلنا السماء، اگر نیکی کابل پیدا میکرد در بین این ترکوها که هیچ مثل سد یاجوج و ماجوج می بود که هرچی میزدی سوراخ هم نمیشد، حالی چی میکردی؟ الله گرفت در جهان راه های متنوع را پیدا کرد. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، گردانیدیم آسمان ای فضا را سقفا بام، محفوظا مسئون، دو معنا داره. محفوظ از افتادن، با وصفی که در زیرش کدام ستون مشاهده نمیکنی، همین سقفی بزرگ مکمل بی ستون استاده است. یک معنا است. دوم معنا و جعلنا السماء سقفا، ما گردانیدیم بالا فضا را سقف محفوظ، یعنی نگاه کرده شده از اینکه شیاطین بر او برسه، بلکه زمانی که شیاطین میره برای شنیدن گپا چی میشه؟ شهاب ثاقب در دنبالش میره و میسوزانش. دو ترجمه. سوم، گردانیدیم آسمان از سقف بام محفوظا مسئون، از اینکه سنگای آسمانی سقوط بکنه برسه به اهل زمین، اهل زمین در زندگی نمانه. تو فضا را الله طوری پیدا کرده که سنگای آسمانی میاد کلش در فضا چی میشه؟ ذوب میشه، خاکستر میشه. از همون خاطر گوی یک تا مردم که الماسک برش میگه. چی برش میگه؟ او که خطا میخوره در جایی که میخوره دل بسته کوره چی میکنه؟ از بین میبره. اگر همون تو یک دانه در یک جای میفتاد، مردم زندگی میکنست زمین. الله چه رقم گردانیده. یک دفعه در سالی چند؟ در سال 2000 یک آوازه شد نه که یک قطعه از چی؟ قمر جدا شده میع طرف زمین، وحشت افتاده بود. رادیوها و تلویزیونای گپا را میگفت یا نمیگفت؟ الله متعال این میسن آلی همی کسایی که سیر و سفری چی فضا را میکنه، فضا نوردا یا این سنگای آسمانی را اونجا مشاهده میکنه که میآید. و این همی قرآن کریم کلی گپا را که گفته و آلی به چشم سر دیدن که بله این فضا الله متعال این طوری ساخته که حیثیت چی را داره؟ یک بام داره که او سنگا را الله نمیگذاره که اینجا پایین بیا. و هم عن آیاتها معرضون، لیکن این مردم باز هم از همین دلایل توحید الله متعال معرضون، اعراض کننده هستند. و هو الذی، الله ذاتی است، خلق اللیل که پیدا کرده شب و النهار روزه، و الشمس و القمر پیدا کرده آفتاب و مهتاب، کل فی فلک یسبحون، تماما فی فلک در مدار خود در جایی که دوره میزنه، یسبحون شنا میکنه، مثل که یک کسی آب بازی میکنه یک دفعه آب خدا میزنه باز گلوب سری خدا اونجا میکشه. حالی هم آفتاب امیر رقم برای ما شما معلوم میشه نه؟ میبره در طرف مشرق باز اونجا چی میشه؟ تو گویی که از زیر ما پس چی میکنه؟ دوره میکنه امیر رقم به نظر ظاهری انسان معلوم میشه، اما هر کدامی از جا بری خود مدار داره. و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، نگردانیدیم برای انسان پیش از توی پیامبر اسلام همیشگی برش قرار ندادیم که یک انسان باید همیشه باقی بمانه. چرا اینا میگه؟
مشرکین مکه خیلی زیاد خود تسلی میدادن. خب وقتی که میدیدن که خیلی ذوب میشدن پیشرفت و نصرت اسلام، پیغمبر علیه السلام که مردم در گردش جمع میشد، باز خود چی تسلی میدادن؟ میگفتن هم یک نفر است یکی بره گم شوه، بازی دعوتا مکمل از بین میره، یک نفر است آخرش میموره، ما بیغم میشیم. خبر نداره که رسول الله وفات میکنه، لیکن فداکارای چی؟ یک نفر از بین میره، میلیون ها نفر، لک ها نفر دیگه پیش برنده برنامه کی رسول الله به وجود میاد. بس بین بردن یک نفر کلی گپاق از بین نمیره. او زمان رحلت میکنه که برای خود این تو شاگردای واقعی مخلص و فداکار تربیه کرده که این دیگه این برنامه سقوط نمیکنه. مولی متوکل هم همینطور است. اولی امی ساعت هم لحظه کشته شو انشالله بس است. انشالله اینطور کسایی هست که برنامه را در زمین نگذاره، توحید پیش ببره، دعوت توحید بده. اینمی وظیفه‌شان است، رسالتشان، افتخارشان است. الله نصیب ما و شما بکنه. یک نفر مردنش نظام از بین نمیره. حالا فلانی قماندان شهید شد، نه اینطور افراد قماندانا شو که پرزان نکن، او قماندان در گردش نرسه. اینطور کسا پیدا شود که من در گردشام نرسم، در گرد اینطور کسا پیدا میشه. الله متعالی کار میکنه. افا امت اگر تو بموری، پیغمبر علیه السلام فهم الخالدون، این بیچاره که تو که بموری یا زنده میمانه خو یا خواب میموره. بدبختی سری از یاست که دعوت برشان آمد، مایه سعادت و نیکبختیشان نپذیرفتن، کل عمر در دشمنی تیر کرد. الله که کدام سرمایه برش داده بود امکانات او کلش در دشمنی دین تیر کرد. آخر الامر تاوانه کی کرده؟ تاوانه ای بدبختا کرده. کل نفس ذائقه الموت، تمام نفسا چشنده مرگ است. و نبلوکم بشر، الله میگه ما شما را امتحان میکنیم به شر. گاهی حالات ناگوار سرتان میارم، مریض شوی، اولاد میموره، ای بدحال شوی، فقر و فاقت تو را فرا بگیره، اولاد برات پیدا نشوه، رقم حالتا. خب برای چیست؟ که ببینه بنده خدا که دمی حالت فقر و فاقه، دمی حالت مصیبت به الله رجوع کرده، تسلیم است به قضای الله، یعنی که دهن شکایت دیگه دراز کرده، گاهی دشنام به الله میده، گاهی به مردم. والخیر، امتحان میکنم شما را در خیر، صحت میدم، مال، متاع، علم، منصب، این گپا را براتان میدم که شکری نعمتای الله را میکشی یا نمیکشی. ما را امتحان میکنه. در ترجمه قرآن آمدیم، عقیده توحید فرا گرفتیم. الله عالی امتحان میکنه که عقیده را به چند نفر میرسانیم، به کدام طریقه میرسانیم، چقدر دلسوز هستیم، چقدر احساس دردی این عقیده را داریم و چقدر میبینیم که عقیده چه اهمیت داره، ضرورت داره. کلش امتحان الله متعال است. از او خاطر میگه و نبلوکم، میازمایم، امتحان میکنم شما را به شر و الخیر، به خیر، فتنتن، برای امتحان کردن که کدام را تعقیب میکنی. و الینا ترجعون، خاص به سوی ما بازگشت شما کرده میشه، باز پیش ما آمدن استی. و اذا راک الذین، زمانی که تو را ببینه و کسانی که کفرو انکار میکنه از دلایل توحید الله، ای یتخذونک، نمیگیره تو را الا هزوا، مگر به مسخره. سری تو تنها تیر نشده دعوتگر رسول الله صلی الله علیه وسلم، وقتی که میدیدن از دور اینطور میکرد، اموست، باز از اون طرف اشبیلاق، باز از اون طرف ریگوار کردن. این گپا در اون زمان هم بود، امروز هم است. بچه‌شو یکی دیگر اشاره میکنه، اموسته. و اذا راک الذین، وقتی که میبینه تو را پیغمبر علیه السلام کسانی که کفرو انکار کرده از دعوت و برنامه تو از دلایل توحید، ای یتخذونک، نمیگیره تو را الا هزوا، مگر به مسخره، ریشخندی میکنه. نعوذ بالله. اهذا الذی، اینطور میگه در بین خود، این میکک یذکر الهتکم، یاد میکنه معبودا بتای شما را که عاجزی بتای ما را همی بیان کرده رویسته. حالی چی میگه؟ این میکک میگه که اولیا متصرف نیستن، همیگک میگه ای گپا نمیزنه. یا چی میگه؟ مولوی صاحب کرامت قبول نداره، دعا را قبول نداره، زیارت قبول نداره، خیرات قبول. چطور نفی کرده رویسته؟ من میگم هزار کدامش که کسی منکر شوه چیست؟ کافر است. من چطور قبول ندارم؟ خو خیرات قبول دارم، نه بدعتا را. نه چی را؟ بگوی بدعتا را که از خود طریقه جور کرده. خو کرامت قبول دارم، نه الوهیت.
شما اینا با هم تفکیک بکنی، اینطور نمیشه که کلش نفی میکنی. و هم به ذکر الرحمن هم کافرون، یا بیاد کردن پروردگار انکار میکنه. از همون خاطر اگر در سری منبر توحید بیان میکردی ذوب میشه، یا همین تو پلج میشه. یکی دیگه خود اشاره میکنه، اشاره کنه ورق بده بس کنه، آخر که نمیشه از اوجا صدا میکنه بس کو مولی سے بس کو، اینجا جوش نیست، اینجا مرده است، اینجا مرده است، اینجا دستار بندی است. همین طور که ذوب میشه. خب توحید الله را که بیان میکنی مردم تحملش نداره. اما زمانی که میگه که فلان ولی همینطور زیارت قلعه مراد به که بلدوزر ده شروع کرد قارس بیلش میده شد، چی میگه یکی دیگه اقا خوش میباشه. دیدی بزرگی الله را بیان کو، بزرگی الله را بیان کو. خلق الانسان من عجل، فریده شده انسان من عجل، از شتاب زدگی. همیشه انسان شتاب زده است. عجله و سرعت با هم فرق داره. سرعت جلتی کردن در یک کار بعد از برنامه را طرح کرده، پس از او در اجرای از او چی میکنی؟ جلتی میکنی. ایرس چی میگه؟ سبقت هم میگه، سرعت هم میگه. و سابقو هم چیست؟ و سابقو بالخیرات، سبقت بکنی در کارهای خیر، سرعت بکنی، اینطور تالمتال نده. این عبارت از ساختن برنامه، بعد از اون تطبیقش تو چی میکنی؟ عجله چی را میگه؟ برنامه ناساخته بگوی جلتی که در اوستی تا آلی را. این جلتی چی را میگه؟ عجله ای را میگه اینجا خانه میپرتم، تالی را نه سیخ آورده ای، نه مساله را، نه سیمتا. او وقت چی میکنه؟ چی میگه؟ خشتو چی را شروع کرد آب دند کرد در بین ریک، تالی را سیمت ناوردی در بین آلی دیگه. بعد از او یک نفر بیا که چرا عجله کردی، برو سیمت بیار، این خود نو خشت نمیگیره خوریگ است. اون این عجله میگه. طبیعت انسان عجلت پسند است، در هر کار چی میکنه؟ بگه شتاب زده میباشه. نه، قرآن کریم درس عظیم میده. انسان برنامه خدا به تأمل پیش ببره، از دقت کار بگیره، تمام جوانب یک موضوع قضیه را بررسی کنه، چقدر کامیاب است، چقدر مثمر است، فایده داره یا نقص داره. اما طور نه الکی هر چیز شروع کن، الکی شروع نکنه. بسیار چرا الله متعال اینجا در حقیقت این بدی انسان بیان میکنه که شتاب زده است. یکی از جمله شتاب زدگی نمیسته که یک گپ برات میرسه بدون از اینکه تأمل بکنی در انجام و در حقیقتش زودی که درت میکنی. امروز که مردم ما در بدر است، الا وهابیست. وهابی چی را میگه؟ اگر کمی تأمل بکنه وهابیت چیست؟ آیا کسی وهابی امروز پیدا میشه؟ آیا پیروان محمد ابن عبدالوهاب به نام کدام مذهب محمد ابن عبدالوهاب وجود داره؟ کسی هم وجود نداره. چی گپ است؟ این نمیسته که سبب بدبختی یک انسان میشه، لیکن طبیعت انسان ها عجلت پسندی است، شتاب زدگی است. الله متعال میگه این کار درست نیست. سوریکم آیاتی زود است که شما را به زودی شما را وانمود کنم برتان، آیاتی دلایل قدرت، نشانه های قدرت خدا یا دلایل توحید خدا. فلا تستعجلون، شما عجله نکنید. اگر مراد از مخاطبی از یا مشرکین باشه، مراد از آیات عذاب است، اینطور میشه. سوریکم زود است که شما را بنمایم وانمود کنم برتان آیاتی عذابای خدا. فلا تستعجلون، ای مشرکین شما عجله شتاب زده نشوید طلب کردن عذابا. مشرکین میگفتن ای پیغمبر اگر راست میگی که ما رای ما غلط است، بیارم عذابی که ما را از بین میبره. الله متعال میگه بدبخت سریال خود نمیفهمی. الله متعال که یک چند روز براتان مهلت میده بنابر حکمت است که حجت سرتان خوب قایم شوه، نگویی که این طرف دعوت این طرف عذاب. برای ما موقع تعامل داده نشد که یکم فکر سوچ میکردیم، از کسی سوال میکردیم. الله به حکمت عذاب مؤخر کرده، وگرنه اگر مطابق همون شتاب زدگی شما عذاب بیاره، الله عذاب بیاره، لیکن الله از روی حکمت کار میگیره. اگر مخاطب مومینا باشه، سوریکم زود است که وانمود کنم برایتان ای مومینا آیاتی، نشانه ها و دلایل نصرت، غلبه و کامیابی شما را. فلا تستعجلون، اینجا نصرت مراد از آیات نصرت و غلبه و هلاکت دشمن است. الله میگه زود است که او را بیارم، پس شما عجله نکنید. چرا عجله نکنید؟ مسلمان ها وقتی که جنگ و جهاد میکرد میگفتن امیالی کفار کلش از بین بره ما کامیاب شیم. آلی ده آرزوی هر کدام ما همین طور است یا نه؟
لیکن الله حکیم است، به حکمت پیش میره. چرا؟ فرق شوه مؤمن مخلص است کی بگه منافق جدا شوه. مؤمن که واقعا ایمان در قلبش روشنی انداخته، او از او کسی که ایمان تذکیری داره با هم چی شوه؟ جدا شوه. کلش به حکمت است. و یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین، میگویا چی وقت است وعده ای که پیغمبر کرده به امرای ما؟ اگر شما راست میگی مؤمنا، شما خو میگی که ما پیروز میشیم، شما ناکام میشه، ما که میبینیم حالت ما خوب است، ما اینه در راحت زندگی میکنیم، حالی هم همونطور است. دنیای غرب میگه اینطور اسباب و وسایل دنیا آرامی، نه جنگ نه جدل، هم اسباب آسایش چی است. اگر شما میگی که ما نصرت برای ماست و ما کامیاب هستیم، ما به حق هستیم، تالی رخو ما ندیدیم. الله متعال میگه لو یعلم الذین کفروا، اگر میدانستن کسانی که انکار از امروز از دعوت پیغمبر داره، حین لا یکفون عن وجوههم النار، زمانی که لا یکفون دفع کردن نمیتونه، بند کردن نمیتونه، نگاه کردن نمیتونه، کلی معناست عن وجوههم، از روی خود النار، آتشش دفع کردن نمیتونه. ولا عن ظهورهم، نه از پشتای سری خود، ولا هم ینصرون، نه از کدام طرف امرایشون امداد و کمک کرده میشه. چرا اینقدر چی میگی متی هذا الوعد گفته رویستی؟ اتر آتش بیا که از تا میروی از پشتی سر فرا گیره و بعد از او کسی هم امدادتان نکنه. بل تاتیهم بغتة، شما زود عجله نکنه و عذاب که میایه ناگهانی میایه، شما را آگاه نمیکنه، بلکه میایه بغتة ناگهان. فتبهتهم، پس یار حیران میگذاره، فلا یستطیعون، اتر ناچاپ سرشان میایه که یا حیران هستن، فلا یستطیعون، توان نداره ردها، از رد کردن عذاب. توان داره؟ نداره از رد کردن عذاب. او تیاره هایی که پر از تیل بود، وقتی که دو بلند منزل خورد که هرچی تپ و تلاش کردن توانستن که خدا بکشن. ولا هم ینظرون، مهلت برشان داده نمیشه که الله خدا بکشه، یک دم فرا میگیره. ولقد استهزئ برسول من قبلک، تسلی به پیغمبر علیه السلام میده. پیغمبر علیه السلام در دعوت سخت رنج متحمل شده. اینطور کاری نیست که مشرکین مکه در حق رسول الله نکرده باشه. تا شکمبیش و ترخ و سری رسول الله در حالت نماز چی انداخته شد. قل بگوی پیامبر علیه السلام من یکلؤکم، کس کی نگهبانی میکنه شما را، باللیل، در شب، و نهار، در روز، من الرحمن، از عذاب رحمان. کی نگهبانی میکنه شما را؟ اگر عذاب الله بیا کسی هست که دفاع بکنه؟ بل هم عن ذکر ربهم معرضون، بلکه از قرآن کریم که یادی پروردگارشان است، کلامی پروردگارشان است، معرضون، اعراض کننده هستند، روی گردانی میکنه. اینطور کتاب سعادت بخش برشان میآید اما یاد قصیش نیست. ام لهم آلهة، آیا برای از یا کدام معبودا است، تمنعهم که منع کنه یار من دوننا، بغیر از ما کسی از عذاب ما منع کنه، کسی است؟ معبودا داره؟ لا یستطیعون نصر انفسهم، معبودایشان خود بتاست و بتا نصرتی ذات نفس خودم نداره. بتا را خود که مردم هم چپه میکنه، میده میکنه، از خود دفاع کردن نمیتونه. امروز قبرها را هم وقتی که بیران میکنه از خود دفاع کردن نمیتونه. خیر چطور منع کنه عذاب الله را از شما؟ لا یستطیعون نصر انفسهم، توان نداره از امداد کردن نفسای خود. ولا هم منا یصحبون، و نیست این مردم منا از جانب ما یصحبون، مستحق رفاقت نیست که قطش رفیقی شوه، لحاظشان کرده شوه. یعنی محفوظ داشته شده نیستن، از ما محفوظ نیستن، حتما عذاب ما برشان میرسد. بل متعنا هؤلاء، بلکه ما عیش دادیم به این مردم و آباهم، به پدرایشان، حتی طال علیهم العمر، تا که دراز شد بالایشان زندگیشان و عذاب الله زود نرسید. چیسته؟ یک دفعه مست شدن گفتن کجاست عذاب، هیچ نیسته. این همین رقم هستیم. الله میگه فلا یرون، آیا یا درس نمیگیرن، نمیبینن انا نأتی الارض، که ما آمدن میکنیم به زمین، ننقصها، میکاهیم، کم میسازیم زمین، من اطرافها، از چار اطرافشان. دو معنا داره. از اطرافشان، از دور بری مکه روزمره فتوحات اسلام صورت میگیره، خطه ای که در سلطه از یاس کم شده میره، نمیبینه. این بدبختا
روز به روز روز به روز. یک مانو. دو مانو انا نأتی الارض که ما مدن میکنیم به زمین، ننقصها کم میسازیم شه من اطرافها از اطراف زمین. از اطراف زمین کم میسازیم. یا باید بدانه چی رقم کم میسازیم از اطراف زمین. مراد از کم کردن اطراف زمین اینجا نشر اشاعت دعوت توحید است. شرک گلم شرکی شما کم شده، میره کل جاها را موحدین از پیشتان گرفته. یک مرکزه که خالی یک براتان مانده که اونجا غیر از خودتان دیگه کس نیست.